سپس به شهر خوجند دومین شهر تاجیکستان 100 عدد مسافربری نو آورده شود. خریداری مسافربرها را بانک اروپایی رشد مبلغ گذاری می کند. حجم مبلغ گذاری 17.5 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد که در دو نوبت پرداخت کرده می شود. اینچنین برای این برنامه 8.5 میلیون دلار گرم پیش بینی شده است. حکومت شهر خوجند در حال تصمیم خریداری مسافربرهای نو را کرده است که ساکنان و مهمانان داخلی و خارجی شهر شبکه نقلیاتی جمعیتی خوجند را بهترین توصیف می کنند. نقلیات جمعیتی در این شهر پوره شخصی بوده، اساساً از مسافربرهای خرد یا میکرواتوبوس‌ها عبارت است. کارافتادگان میگویند در هیچ کجای شهر خوجند بیشتر از 3 دقیقه مسافربری را منتظر نمیشوند و این مسافربری ها در تمام کوچه و پس کوچه ها در گردشند و خدمت رسانی خوب را برآمدند ماندند. اگر قسمی از ساکنان شهر از این تصمیم شهرداری استقبال کردند، قسمی دیگر در هراسند که بعد آوردن مسافربرهای نو میکرواتوبوس‌ها از شهر رانده خواهند شد که این نه تنها کار ساکنان را مشکل می کند بلکه صدها نفر به جای کار خواهند ماند. اما از شهرداری تا به حال هیچ شهر در مورد اینکه آیا با آوردن میکرواتوبوس‌های نو میکروبوس‌های شخصی از شهر برچیده خواهند شد شرح نیست.